سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ امروز توی کلاس آیلتس داشتیم مپ داخل تسک 1 کار میکردیم و برخوردیم به این دوتا عبارت in the north of و to the north of و داشتیم تفاوتش رو میگفتیم. گفتم به شما هم بگم. الان این دوتا ساختمون رو نگاه کنید. ما یه یونیورسیتی داریم که داخلش یه کافه و یه مین بیلدینگ داریم و بیرون این یونیورسیتی یه سوپرمارکت داریم. خب حالا نسبت اینا رو با همدیگه چجوری بگیم؟ مثلا وقتی که اون چیزی که داریم در موردش صحبت میکنیم داخل محوطه همون مکان باشه، مثل این کافه، میگیم in the north of. The cafe is in the north of the university. ولی اگر خارج از اون محوطه باشه مثل این سوپرمارکت، میگیم the supermarket is to the north of the university. چون خارجه، نسبت بهش خارج از اون محیطه.